پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان سنه 27 ایونی سال 1997 با پیشنهاد و ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کشور ما شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت. دوام این سالها شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در سمت ترغیب و تشویق صلح و وحدت، یکدلی مردم، دعوت اهل جامعه به کارهای آبادانی و سازندگی و پیشرفت تاجیکستان عزیز کارهای مشخصی را انجام داد. با مقصد اجرای نقشه کاری شورای ولایتی و شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان با افتخار روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در تالار طربخانه دوستی شهر پنجکین محفل تلویزیونی تحت عنوان سربازان وطنیم برگزار شد. در این محفل ادانه نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، سابقه‌داران ارتش ملی، سربازان اینترنشنالیست، بانوان فعال، افسران و سربازان، جوانان، کارمندان ساحه‌های گوناگون، اهل فرهنگ و هنر، گروه‌های ایجادی، تلویزیون‌های صوت و سیما شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهر پنجکین نقیبی پروینه نمایندگان ولایتی و حاضرین را از نام رئیس شهر پنجکین، رئیس شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده با فرارسی سنه فرخنده روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش نموده تهیه این برنامه تلویزیونی را برای بلند برداشتن تربیه حربی و تندرستی نورسان و جوانان، افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال، تطبیق دستور سپارش ها، نشاندادهای پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت، رئیس شورای ولایتی رجبای احمدزاده و رهبریت شهر پنجکین خیلی مهم ارزیابی کرد. مهمانان ارجمند و اشتراکچیان محفل تلویزیونی با کمال احترام نخستان میشمایم مهمانان ارجمند و اشتراکچیان محفل تلویزیونی سربازان وطن را به مناسبت فرارسی 32مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به شهر باستانی پنجکین خیر مقدم میگویم. برای ما افتخار بزرگ است که با جهد و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سنه 27 ایونی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسیده جمهوری صاحب استقلال ما به شاهراه رشد اقتصادی و اجتماعی رسیدن به هدف‌های سیاسی، گسترش همکاری‌های بین‌الخلقی، تطبیق لایحه‌های استراتژی نایل گردید. مورد ذکر است که با اقدام بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پس از امضای این سازشنامه تاریخی تشکیلات جمعیتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت که آن دوام 28 سال در سمت ترغیب صلح و وحدت ملی و احیای تاجیکستان رسالت پرارزش را ادامه می‌بخشد. مطابق دستور و سفارش ها و نقشه کاری رئیس شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم امام علی رحمان فعالیت این تشکیلات جمعیتی سال به سال دامنه‌دار گردیده در سمت دعوت مردم به وحدت و امن جامعه، سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، تربیه حربی وطن دوستی، افتخار به تاجیکستان صاحب استقلال پیوسته تدبیرهای هدفناک را عملی می سازد. دوام سال 2024
در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شوراهای ولایتی و شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان سلسله ملاقات و صحبت‌ها، چاره‌بینی‌های معرفتی و اطلاعاتی، برنامه‌های تلویزیونی تشکیل و تهیه گردیده این روند در سال 2025 با مرام آغاز یافت. روز 7 فوریه سال 2025 در قسم حربی 05170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن با هیئت افسران و سربازان به افتخار روز تأسیس ارتش ملی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های معرفتی و اطلاعاتی تحت عنوان مادران وحدت سرا با شعار بیرم فرزند خدمت وطن مادر بکن دایر گردید که ضمن آن به خدمتچیان این قسم نظامی تحفه‌های رهبران ولایت و شهر پنجکن شوراهای ولایتی و شهری با عنوان تقدیم گردیده برنامه‌های فرهنگی تشکیل کرده شد. امروز در ادامه چاره‌بینی‌های ترغیباتی شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر باستانی پنجکن محفل تلویزیونی تحت عنوان خدمت وطن مادر رسالت جوانمردی است به استقبال روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. در این محفل تلویزیونی نمایندگان و فعالان شوراهای ولایتی و شهری حرکت جمعیت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، سربازان و افسران، سابقه‌داران حربی، مادران سربازان، استادان و آموزگاران دفاع حربی، جوانان، فعالان ساحه‌های گوناگون اشتراک می‌کنند. اطمینان دارم که تهیه برنامه تلویزیونی تحت عنوان سربازان وطنم برای تربیت حربی و تندرستی جوانان، مساعدت و تامین نقشه دعوت بهاری به صف قوه‌های مسلح کشور، مسئولیت پدر و مادران، حمایت سربلندانه مرز و بوم وطن عزیزمان اهمیتی بس مهم دارد. بنابراین به همه شمایان در تهیه این برنامه اظهار اندیشه و ملاحظات مشخص جهت هدایت جوانان برای دفاع از وطن همچون قرض مقدس تکانی نوبتی خواهد شد. سلامت و سربلند باشید. کاتب هماهنگسازی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان اعظم حاتمی برای تشکیل و برگزاری محفل تلویزیونی با رهبریت شهر پنجکن شورای شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان و دیگر مسئولین عرض سپاس کرد و همزمان حاضرین و اشتراکچیان این محفل را با افتخار روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفت. دوستان عزیز، حاضرین ارجمند، از فرصت استفاده برده هر یک شما را با فرارسی جشن فرخنده ملت روز ارتش ملی از نام رئیس ولایتمان، معاون اول رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم رجب احمدزاده صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به هر یک شما صحت و سلامتی و در کارهای در پیش ایستادهتان کامیابی‌های بی‌نظیر تمنا دارم. دوستان عزیز، واقعا امروز محفلی که برگزار شده است هر کی ما رو وادار میکند که به تاریخ دستیابی ارتش ملی نظر افکنیم. از چهره‌های شما ایوان است که امروز ما با روحی بریده جهت عملی سازی نقطه‌های اساسی پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم ایمان رحمان پیوسته تلاش داریم و می‌سازد که ما باز هم برای رسیدن با هدف‌های استراتژیکی خود، یعنی رسیدن به زندگی شایسته، از هم بیشتر فعالانه زحمت کشیده باشیم و یقین است که امروز ارتش ملی ما به نهاد با اعتماد کفیل صلح و وحدت تبدیل یافته است. این وقتی ما شما از امروز برید سربازانی که در این محفل حضور دارند با یک روحی بالیده دلپرانه قرض وطن مادر را به جا آورده سادند. چنانکه معلم در مردشان ذکر کردند، واقعا خدمت به وطن مادر این رسالت جوانمردی است. از خرد تا بزرگ هر یکی ما در نشه آبادی وطن باشیم. یعنی سرجمی ما وقتی ما را از ورطه حماقتبار رها بخشید. اگر که نظر افکاریم سالهای 92 در اینجا استادان ارجمند حضور دارند، ارتش ملی در جای خالی تصفیه یافت. در همون سالهای 92
وقتی که فرمان پرزیدنت همون وقت رئیس جمهوری عالی جمهوری تاجیکستان محترم ایمانداری رحمان جهت قصدانی قوای مسلح به تصویب رسید، جزو تامهای ارتش ملی وجود نداشتند. یگان تجهیزات تکنیکی حربی وجود نداشت. امروز ببینید صف افسران، گنرال ها، امروز نیازهایی که ارتش ما دارد خیلی با قوت است. امروز کفیل صلح و وحدت است. امروز زندگی شایسته ما را تامین می‌کند. از طرف گروه ایجادی تلویزیونی ولایت سوخت محفل تلویزیونی سربازان وطنی با سخنرانی ها، مصاحبه ها، برنامه فرهنگی و موسیقی تهیه گردید. در یک فضای تنتنوی به محافظان وطن تحفه های خاطروی ایدانه به افتخار تأسیس یابی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. کشیده در زیر پرچم در بهار این ملک خرم، بی خانه ما اصول و وحدت از شکوه این زیبا وطن. تکیه‌گاهی ماست ارتش ماست، سرپناهی ماست ارتش ماست، با تمامی با عزم قوی میکشند در آسایش ما. جای هر مردان جان فدا در دل و در دیده های ما، نمیگردد اصلا فراموش اسمشان هرگز از یاد ما. مهر وطن از هر چی بالاست، بر همگان خوش و گواراست. این ایدی مردانی جان فدا، ایدی ارتش ملی ماست. ارتش پشتیبانی دولت، ارتش پیوندگری وحدت، ارتش افتخاری ملت بر ماست هم شکر و نصرت. ارتش پشتیبانی دولت، ارتش پیوندگری وحدت، ارتش افتخاری ملت بر ماست هم شکر و نصرت. لا 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 فاطمه سراجزاده نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن می باشم. امروز ما مردم سربلند تاجیکستان صاحب استقلال و به خصوص مادران و استادانی که امروز به تربیت نسل جوان به خصوص جوانان وابسته هستیم، از آن سرفراز و قناعتمند هستیم که محض قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ارتش ملی امروز کفیل امنیت مردم است و ما مادران امروز قناعتمند از آن هستیم که سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تامین امنیت ملی مردم خلق تاجیک آماده هستند و امروز تمام کوشش و غیرت حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص پیشوای ملت برای جلب کردن جوانان به صف قوه‌های مسلح نگرانیده شده است و من فکر میکنم که امروز ما مادران استادانی که در مؤسسه‌های تعلیمی با جوانان با نسل نوروز کار میکنیم، امروز تمام کوشش و غیرت خود را به آن روانه سازیم که در نهاد جوانان حسی بلند وطن دوستی، خودشناسی ملی و بیشتر حرمت و احترام به مقدسات تاجیکستان را تربیت نماییم.
پیش از آن که ما وطن میگوییم، پیش از آن که ما کودک رو تربیت میکنیم، باید که هر یک کودک، هر یک جوان و هر یک نسل نورس آن رو داند که وطن مقدس است. امروز در تاجیکستانی که ما آن رو بهشت میگوییم، باید پیش از همه حسیات بلند مردم، جوانان و نسل نورس با وطن دوستی و با احترام به وطن و با مقدسات و با حفظ مرز و بوم تاجیکستان روانه شده باشد. امروز برنامه‌های تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی بیشتر است و من فکر میکنم که انمی عملی گردانیدن کانسپسی‌های ملی تربیت از انمون بند قسم وطن دوستی، خودشناسی ملی و با خدمت به وطن جلب کردن جوانان، این یکی از وظیفه‌های مهمی ما استادان به حساب می رود و چه خیلی که لایق بزرگوار هم گفته است: خوشبخت کسی که نام بر نام آرد، در عید وطن جان و دل انعام آرد، ماننده کلبار قاصد هر صبح خالی شود و به خلق پیغام آرد. عیدتان مبارک افسران عزیز. من سержант Абдуллаев Абдулло баъди хатми донишгоҳ бо хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда тӯли 10 моҳ аст адои хизмат намуда истодаам. имрӯзҳо мо шоҳиди он ҳастем ки дар қисмҳои ҳарбӣ шароитҳо рӯз то рӯз хубтару беҳтар мегардад. ман ба ҳамаи ҷавонон тавсия медиҳам ки омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат намоянд ва ватанамонро муҳофизат намоянд. аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи ҳозиринро ба муносибати таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод мегӯям ва аз забони шоир гуфтаниам: Тоҷикистон, Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри то, мекунам шукрона аз озарму аз озори то, аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. Аскарон, аскарон, аскарони тавоно, аскарон, аскарон, аскарони диловар, ҳифзи номусу нанги ватанро, зиндагӣ, зиндагӣ, зиндагӣ бар шумо карда бовар, зиндагӣ, зиндагӣ, зиндагӣ бар шумо карда бовар. авҷи дилҳоятон поку соф аст, осмони ватан ҳам буд соф, мурғакони ватан мурғи бахт аст, дар фазои хушӣ адлу инсоф. аскарон, аскарони тавоно, аскарон, аскарони диловар, ҳифзи номусу нанги ватанро, зиндагӣ бар шумо карда бовар. то дилогоҳ дар постгоҳе бошад эмин тану ҷони меҳан, қалби бедоратон дорад эмин, хоби ороми тифлони меҳан. аскарон, аскарони тавоно, аскарон, аскарони диловар, ҳифзи номусу нанги ватанро, зиндагӣ бар шумо карда бовар, ҳифзи номусу нанги ватанро, зиндагӣ бар шумо карда бовар. ахтари бахти халқ аз ту кишвар,
اختری دوشتان هر کجا هم پیشتر باد و بادا کلانتر اختری بخت و دوشی شما هم اسکرانی توانا اسکرانی دلاور حفظ نام و سننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور حفظ نام و سننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور زندگی بر شما کرده باور زندگی بر شما کرده باور علیبوی براتوف رئیسی جنگاور جنگ افغانستان می باشم. چخیلی که امروز در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان جشنگیری 32 سالگی ارتش ملی را جشن کرده ایستادند. همچنین در شهر پنجکن یک ماه میشد که ما جنگاوران با تمام مکتبچیان دعوت شوندگان و در قسم حربی رفته صحبت کرد و اینها خدمت مادر وطن رو از ته دل فهمانده سیم که وطن ما تاجیکستان هیچ وقت دیگه ملت آمده در وطن ما خدمت نمیکند. ما باید نه اینکه یک سربازی باید که همه وقت جوانای سوگند که یاد کرد همه وقت تو هست از در همین حیات آماده باشی خود را از دست نتید هیچگاه نماند که دشمن یک وجه به خاک ما هجوم کند. همه وقت تربیت این جوانای امروزی من دعوت میکنم که هر یک جوان اول رفته خدمت کند بعد رفته دانشکده و قبول شده بعد آمده آرامانه در وطن خود برای آبادی خدمت کند. من از نام تمام جنگاوران جنگ افغانستان تمام اشتراکچیان این محفل را تبریک میکنم برای 32 سالگی ارتش ملی. به خدمت آمدم ای آچه جان ببین اکنون شدم من مرد میدان به امر جان و دل خدمت نمودم برای تو برای تاجیکستان. من سرباز قطاری مولاجان و بختاور زاده و استقامت کننده شهر پنجکنت باستانی می باشم. من خطکرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان هستم. بعد از ختم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی با خواهش خودم با احساس بلند وطن دوستی و وطن خواهی و حفظ مرز و بوم وطن به نزد خود مقصد گذاشتم که به خدمت مادر وطن رهسپار می‌گردم. طول 5 ماه است که در قسم حربی 05 170 قشون‌های خشکیگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نموده ایستادم. تاجیکستان کشوری کوهسار است. تاجیکستان کشوری زیبای گل است. تاجیکستان دیاری سرزمینی باستان است. تاجیکستان کشوری آوازدار است.
من آموزگار مؤسسه تحصیلات میانی امید رقم 1 اسلام و خصوصیت هستم. شکرانه از دوران صاحب استقلالی شکرانه میکنم که در دولت تنج و آرام تاجیکستان عزیز زندگی داریم. امروز من افتخار میکنم که فرزند عزیز من سلطان فیروز طی 2 سال با خواهش خود در ارتش ملی خدمت نموده آن را با سری بلند ادا نمود. امروز من همچون مادر همچون آموزگار از پدر و مادران خواهش دارم که فرزندان خود را به صف ارتش ملی روانه کنند تا که قرض فرزندی خود را ادا نمایند. امروز شکرانه میکنیم که دولت ما تنج و آرام است. خدمت در صفهای ارتش ملی این شأن و شرف هر یک جوانمرد است. من سلطان فیروز زاده استخدامات کننده شهر پنجکین طول 2 سال در گواردی ملی قسم حربی 050-057 خدمت نموده سربلندانه به نزد پدر و مادر برگشتم و به تمام جوانمردان توصیه میدهم که بروند به خدمت حربی خدمت نمایند. دری ملک پاسبان من نشوم کی می شود حامی صلح در جهان من نشوم کی می شود بهر دفاع مادرم من نروم کی می رود رستم و شیرکی زمان من نشوم کی می شود بر دفاع مادرم من نروم کی می رود رستم و شیرکی زمان من نشوم کی می شود نشوم کی می شود سوی بهاری به خزان من نروم کی می رود عسکری را دو قهرمان من نشوم کی می شود سوی بهاری به خزان من نروم کی می رود شادی قلب مادران من نشوم کی می شود
بر زبان من نشوم کی می شود نامی وطن و دوری ها من نبرم کی می برد حرفی وفایش بر زبان من نشوم کی می شود بر دری ملک پاسبان من نشوم کی می شود حامی صلح در جهان من نشوم کی می شود حامی صلح در جهان من نشوم کی می شود من نشوم کی می شود من ابوالفیض برهان‌الدین پس از ختم دانشگاه به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شامل شده در شهر خالوخ در قسم حربی نالچار 10 ادای خدمت نمودم. من به جوانان شهر دهاتی پنجکین گفتنی هستم که رفته قرض فرزندی خود را در نزد مادر وطن ادا نمایند. ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که در وطن صاحب استقلال آرام و آسوده و صلح و وحدت ملی و پایداری جامعه زندگانی میکنیم. افتخار از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت می نماییم که تاجیکستان ما آباد است، زیبا است. از زبان شاعر شیرین کلام لایق شیرعلی گفتنی ام. وطن سر می شود از گاهواره ز شیر پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخت است دستان مادر. امروز من افتخار دارم که پدر و مادر من در پهلوی من هستند. برادران من در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امروز ادای قرض شهروندی خود را ادا نموده ایستادند. من عبدالفیض وفا از دهات جماعت موقعان من از جوانهای شهر پنجکین خواهش میکنم که با خدمت مادر و وطن رفته خدمت کنند. خیلی که فرزندان من رفته خدمت مادر و وطن رو با سر بلند خدمت کرده آمدن. من افتخار میکنم از فرزندهای خودم. من خودم اشتراکچی جنگ افغانستان که هستم فرزندهای خودم هم رفته خدمت کرده آمدن با سر بلند. من فرزندهم رو تعلیم دادم که من خدمت وطن رو ناز رفته با سر بلند خدمت کرده بیان تاجیکستان با پیش همه وقت. تنها
رئیس شورای سابقدان جنگ مهنتی شهر پنجکند اکمل خویجامov. امروز ها در شهر باستانی پنجکند با استقبال روز قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی های مدنی و معرفتی گذشته سال است. ما سابقداران البته در این چاره‌بینی ها اشتراک کرده با همکاری تشکیلات های جمعیتی در مکتب ها و محله ها جماعت ها رفته ایستاده کارهای فهماندهی و واقعی و ملاقات ها شده ایستاده است که البته ما سابقداران البته اون چیزی که تاریخی پیدایش قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان خیلی در اینجا بیان کردن سال 1992 وقتی که با امضای رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان درباره تشکیلاتش به امضا رسید و سال 1993 در میدان دوستی پایتخت بار اول پرد قوشون‌های حربی مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گشت و از همان از سال 1993 تشکیل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعلان گردید و از همون سال این جانب در تمام قلمروی جمهوری تاجیکستان در چاره‌بینی درباره تجلیل این روز قوای مسلح جمهوری تاجیکستان همه خیلی چاره‌بینی گذشته سال است. ما البته سابقداران تصمیم گرفتیم که این واقعی و ملاقات ها را در بین جوانان دوام داده ایستاده ادامه داده ایستاده. البته جوانان را دعوت می‌نماییم که به صف قوه‌های مسلح همه وقت دعوت شوند برای حمایت وطن خود همه وقت تیار باشند، هوشیاری و زیرکی را از دست ندهند، چون که البته در سالهای اولی تشکیل قوای مسلح سنجش‌های خیلی وزنین را از سر گذرانید و با راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی از پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترممون امامی رحمان قوای مسلح تاجیکستان خیلی رشد یافت. از جهت لوازمات تکنیکی من اقتدارش خیلی پره گردید و ما در وقت‌های تشکیل ملاقات و واقعی با در قسم‌های نظامی اشتراک میکنیم با سابقه‌داران می‌بینیم که تا کدام درجه امروز خدمت و وطن در قسم‌های نظامی خیلی در سطح بلند گذاشته شده است. ما جوانان دعوت میکنیم که هوشیاری زیرکی از دست ندهند و اختیارا به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده وطن خود را حمایت کنند. امروز پیشوای ملت به جوانان تکیه کرده میگن که جوانان آینده ما میباشند. انا ما میخواهیم که جوانها را به روحیه وطن دوستی وطن پرستی تربیت نماییم. پیش از همه این وابسته از پدر و مادر جوانان می باشد. خشت اول گرنیهی معمار کج تا به آخر می رود دیوار کج. بنابر همین تیف را از خردسالی تربیت کردن در کار. ما ویتران های مهنت کوشش میکنیم که جوانان را بر راه وطن دوستی و وطن پرستی تربیت نماییم. جوانان ما باید به آداب شوند، پدر و مادر را حرمت کنند، کلان سالای حرمت کنند، بهر وطنشون همیشه برای خدمت تیار باشند. امروز همینا هستند و ما آسایشته حیات به سر برده ایستاده ایم، تیج آرام زندگانی کرده ایستاده ایم. امروز در قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تمام شرایط مهیا. پگاه از آنجا که برگشتن پدر و مادرشون با یک سری بلند فرزند من خدمت کرده آمد گفته پیشواز میگیرن. اینا ما باید کلان سالان در بین جوانان تشویقات و تقریبات کنیم، فهمانیم جوانها با که شما آینده تاجیکستانی عزیزی ما میباشید. جانم
وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. هر شعله که رخشید در آنجا گوهری ماست، اندر دل این کهنه سرابین اثری ماست. هر باغ بیشته که سرافراخت در این مرز، از فیض هنر علم و عمل از ثمری ماست. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. سرمنشأ ما شهری و دهاتی دارا، هم ریشه بلخ و سمرقند و بخارا. از سلسله داران جهانیم، پیوسته و دل بسته به فردای گوارا. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. با سرور فرزانه همه رو بنیاییم، دور از عملی فسدگر و مکر و ریاییم. آزادی و آزادگی ایماست مقدس، از قوم سخن پیش یک اهل زیاییم. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. جانم وطنم کشوری سرسبز جهانی، با سرورین یک اختر خود ورد زبانی. گلشنی پرنعمتی دوران من، منبع الهامی به پایان من. قوت در دل، نور در چشمان من، هم به هر یک درد من درمان من. این دیار تاجیکستانی من است، مادری دلبند و جانانی من است. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. سرمه خاکش را به چشمان میکنم، جان فدای تاجیکستان میکنم. من بمیرم از برایت ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن. سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگیریم از برایت ای وطن. کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی غبار. مردمانت صاف دل و خاکسار، چار فصلت می نماید چون بهار. ای وطن جانم، وطن جانم، وطن. هر خس و خارت مرا باشد چمن، بلبلانت هر طرف چه چه کنم. فخر می سازد زی تو دارد وطن. پیشوای ملتی پرشان ما، تاج بر امام علی رحمان ما. پیشوای ملتی پرشان ما، تاج بر امام علی رحمان ما. صلح و وحدت را نموده برقرار،
شادی میرسد از هر کنار صلح و وحدت را نموده برقرار ای که شادی میرسد از هر کنار در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما دیگر خلقی پریشان نیستیم ما دیگر سرسان و حیران نیستیم ما دیگر خلقی پریشان نیستیم ما دیگر سرسان و حیران نیستیم مردمی با ننگ و بار ما آریان را نام برداریم ما مردمی با ننگ و بار ما آریان را نام برداریم ما آریان را نام برداریم ما در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما خلقی تاجیک ملتی عالی نسب صاحبی فرهنگ و عرفان و ادب خلقی تاجیک ملتی عالی نسب صاحبی فرهنگ و عرفان و ادب با تلاش و جهد کوشش هایتان باز شد مشهور در روی جهان با تلاش و جهد کوشش هایتان باز شد مشهور در روی جهان